یاری نواس کاکا خب برفتیم بم دم شهر نو یاری بم هم چپ گردی که من نگشتی هم که من موتر رم هم که رقص صدا کردم این موتر تکر کرد باز گیم آمده برادرم و اینا خور میزنم این میزنه و میزنه این میزنه و جان این میگه خفه کردی همین طبیق گلوی میگیره همین تماموش میزنه همین میزنه همین زن بیچاره رو زدم که چی همین نفری که تکر کرده بود باز میبیم آدم گفتم ای ناجوان چرا بیچاره اخزر میزنی بازی گفتن برادر موتر تکر کرده مگر تاون میده باز می چی گفتم برادر خیره آدمی زاده با تکر هم میشه اگه تکر نشه میشه همین مرتکی که رنگاله همین کپیکش بخونه کچی کار کنه یعنی هم تو بگو من بگو تو بگو یاری ایت من یک دفعه باز گفت برادر ایت کارو نکن بیشواد گفت با تو میگم اگر به حرف من نکنی میگن تا اون بدی گونه میدم هم تک بیام گونه میدم تک گولی نداریم همیشه که بکنم همین تو زد که دراز بندم باز بگیرتن دست گفتم لالا بس دیگه گناه داره اخزر نزن نوست کاکا تو تمثیل میکنی همون صحنه برام تمثیل میکنی واقعی من میزنی خو عرض مقبول خود دهم خو خود به گپ زنده که هم تای طرف میزنی نیل بری سیاه شدم اینجی آخه من نمیتونم اون رقم گپ زده باور کو اگه دروغ بگم من که دروغ نمیگم ما کی گفتم من پدرات کی گفتم تو دروغ میگی خب همین به دهم خو گپ زد باز نگاه کو خوب همون سفی الله نگاه کو سفی الله میامد خود لب سره برادرها همین درخت شرولی باید قلم کنه مبخصارم که اره کنی یعنی مگه تو اصلا به تو چی کار میکنی یا نمیکنه اصلا به من و تو چی با گفتم اختیار خوردارم نوست کاکا بلا نسبت من بد کردم غلط کردم بهم گور هفت جد خاطیش کردم که پیش تو اومدم پند اختلاط کنم آخه خود دهن خو گپ زن خودمه اصلا مسکه خود دهن خو گپ بزن تو بدیدی که مثلا خود دست خو گپ بزنم خود نمیگفتی دیگه این گپ نزن میگه تو خود دهن خو گپ نمیزنی نوست کاکا با خدا مسخره کردی عدلی تو من نمیفهم که چی رقم گپ میزنی بابا جان همون دهن تو تا اینجا چند فاصله داره این چی ترق میزنی به سه جور مرسیاب کردی مال برو مخونه بزن خود چی بگم ها یوم کیسه بوکستونو که تو یک سرم پی میزنی به قلب آخه برادر چریت اعصاب تو خراب بیت اصلا من به تو لالا چی گفتم هیچ نگفت اصلا من به تو چیکار هیچ نگفتی یعنی خب دیگه این پامر به چیکار تو نگاه کو سفی الله بی غیرت همینجا بیامدم بابا جان همه غیرتی همه غیرت دارم فهمیدی من بی غیرتم که بیامدم خودت 5 دقیقه بشین و اختلاط کردم من رفتم کجا میری که خودت اختلاط کنی باور کن خودت مگن ایت شب تا زو اختلاط کنی یاری همین نیم ساعت برای هفت پشت و بستن و کجا میری کجا میری بخصا خودت اختلاط کنیم آخه در دل خود من به کی بگم مگر به تو بگم چی رقم آدمیه بابا بیا بشی که خودت تو 4 کلمه بگم عجب آدمیه به قرآن ایران از اینو ما جلوش کرد خانم جواب عزیزم خود چی بود تو طرق میزنی به تنی کردن فقط من کیسه بوکس از اینو ما با دهن خو گرزی خدی آدم بیعقل چی بوده یک ذره فکر نمیکنه که این منطقه زن خونه داره سلام و علیکم خوبی زن شکر الحمدلله خیلی سلامتی مونده نباشی سلامت باشی زنده باشی میگو بله این تلیگرد رو چه کار جمع کردی؟ نه زن همین نواسه کاکا بیعقلم من نمیفهم خیلی ازی چیکار کنم برفتم به خونه بشیشتم که 5 دقیقه خیلی اختلاط کنم تا یک ترق مثل سفی الله چیکار کرد فلانی تکر کرد ای تکر انا بس خلاص دروغ نگو همین راست خود مقبول بگو زن به زندگی چند سال ما بخونی تو یک کلمه دروغ به تو نگفتم خانم جان پشتم در همین سفید پسکنده رو نبید به تو به خدا قسم سفید و پسکنده میگم تو به سر میگه وقت خدای نخواسته شک نکنی که ایت به تو قسم میخورم که به جز امروز میگم ما دیگه کسی دست خوب جون ماتا نزده چی تو گپا میزنی دروغ نگو زن کدی واقعیت حالا به تو کار ندارم اگه زن کدی شب دارو همین راست خوب بگو که زن کنم زن بد کنم که زن کنم من غلط کنم که زن کنم همین عد چی دارم برای هم تو بیارم بسه برای هفت پشتیم بسی نه مدی خوب تو بار نمی کنم رخت خوب تو نمیشورو جواب سوال تو نمیدون درست سبی
برو زن کردی خیره بکن زن بگو اگه زن کردی بگو برای من زن به چی چرا من میکنی؟ چرا دروغ میگی؟ آخه من چرا به تو دروغ بگم؟ من تا حالا از من دروغ بشنیدی تو اصلا تمام بدن سیاهه این چوچن گنده بزده چکار بکرده زن دواسه خانه با تو کار داره بخی زن رو مزیمه قبله بگرده چیزی که به تو میگم دروغ نیه به خدا تو هیچ وقت قبله نیه که روی قبله بگرده دروغ نگو مرد بخی زن به تو قسم بیروشو قسم نمام دیگه تو رو ببینو بخی آخه تو چی ریزه بخی خونه که دیگه به خدا نیه یکی دیگه به قرآن نیه یکی دیگه نخور من قبول دارم موظفه سیاه شده دوم جوری سیاهه بخی زن به خدا اجگرد نیه میفهم قسم نخور که به قبر رو میزنه تو بشخر چکه میکنه این قسم ها آخه نخور خدا بدرس دواسه کاکا بزنه به وقت در تو بزنه این فکر میکنه من نمیفهمم هیچ چیاری من نمیشه تو من میبرزیدی ها تیار خدا مرد نمیده واسه کاکا میتن نمیزنه خدا دلو خدا اشته زنیه که نیستون درس کجا بیاورده یار این نواسه کاکام خوب اصلا غیرت نداره مرد تو مردی چهارتا بم رو پای زد و وقتی قهر کرد برم آخه آدم قهر میکنه آخه تو جوانی تو مردی با خدا قسم اگه میت کارا بکن با والله میت کارا بکنم ایت قسم با تو میخورم بی غیرت وقتی برم قهر کرد من ولد چکا کنم دیگه آوردم با تو میگم خوبه دیگه میریم به او بزی میگم ایت نشه همی دوزی باشه واسه کاکا بیا با پیدا شد خوبی؟ منده نباشی سلامت خداحافظ باز میریم نرمی بزی میشه تیار بشی خداحافظ چیه چه کاکا؟ ایچی اول سپر گرفتم که دیگه نزنی آخه چه کار میشه؟ من کی زدم؟ من که خودتو گپ میزنم خود دم گپ زدی من بدبخت کدی بیچاره کدی تو به می زدن آخه زدی به بغل گردن من برم تو بخونه تا زوغ قسم نخورم که چپینی من تو زدم نه آخه نزدی تو من نزدی زن من خونه بیرو کرد گفتن گردن تو من کی بزده سرخ شده تو برفتی زن کدی من پدرانه زن با کجا کردم من زن با کجا دست تو اگه نبود من چه زندگی با خراب میشد من تو بزدم نه گپ میزدم نه فقط من کیسه باکس تو شده بودم که من چه میزنی چکار شده؟ درد کرد به خدا اگه درد کرد به من درد کرد او درد گپ نیه این درده که من زن نبیرو کرد درده آخه تو چرا اینه چی کاری؟ برای من روزگاه جای تیار کنک که وقتی من به خونه را نده مجبورم همینجا باش میگم بچه کوکو من چیکار کنم اگه جون میکنم که گپ میزنم خود دستا گپ نزنم نمیشه یادت اصلا خوبرین تو زن من قهر کرده برفته با خونه میگه تو مرسیام که بود کردی من دست تو چیکار کنم یک هفته که قرار من دیگه آوردم که تو گفتم همین سپر دست نمیبشی حالی آدم بریم تو بریم تزی میدیاس کرد خب برخو میگنی میبریم پیش زن بگو واقعیت که همین کارم نکردم اگر نکنی با خدا با قرآن خوب تو رو بزنم که جیر بری قاس کنی میگم آخه من چیکار کنم اگه خود دستا خورید نکنه گپ زدن نمیتونم با من که تو گپ زدن نمیتونی تو نگاه کن دستا خود محکم میگیرم از من نوزه کاکاتیار هستی لوکاک سپوزی خوب چه گناه من من دستامر بسته کنه من گپ زدن نمیتونم وخی میگم وخی گپانی وخی از کت خواه گپانی وخی چشم میگم خوب میگم حال واقعیت بگو نه واقعیت میگم زندگی تو نمازم بپاشم من نفهمیدم با خدا من بوش خونی و من دستا من بخونه مسته یک گلاس چای نگدش که بخورم خب گفت توی هر جا از زن کردی واقعیت با ما بگو من زن ما بد کرده باشم که زن کرده باشم بخی انا میرو بده اسکت خوب پوش انا واسکت خوب پوش یا بسی واه